سلام، خوش اومدین به این ویدیو. من ایلین روستر هستم و امروز قراره سریع ترین فارم الکترومگنت ممکن رو تو اسلایم فاند بسازیم که همونطور که بهتون گفته بودم با چیه؟ با این آیتم داخل اینفینیتی که حالا سینگولاریتی میگیره 64 تا میده. و اینو با نتورک بسازیم. اوکی، من تا اینجا چه ساخته بودم دیدم ریکورد نیستم، اینم بذارم. حالا خب اول شما 9 تا کابل جان، حالا اینفینیتی، ادوانس، بیسیک فرق نداره، حالا تعدادش هم راستی فرق نداره، هر چی دلتون میخواد بذارید. و این داست فارممون با نتورک 10 تا اینجا استوریج بذارید که داستایی که اینا تولید میکنن بیاد داخل استوریجا. و یا میتونید این قسمتشو با کارگو کنید، چون ما فقط تنها داستایی که نیاز داریم کاپر و زینک. خب میتونید اینجاشو با کارگو کنید، فقط کاپر و زینک برن داخل استوریج ها. بعد مجبور میشید که خود استوریج ها رو هم تبدیل کنید حالا به اینفینیتی، استوریج های اینفینیتی، که آره دیگه داستان داره. یا میتونید یک کاری کنید، وقتی به داست اکسترکتور میتونید بلک لیست بدید یا وایت، آره دیگه بلک لیست بدید، همه چی رو ببره، بعد هم چنل کنی. کلا داستان داره. من ترجیح دادم که با نتورک بسازم که سرعتش هم بالا بره. و اینکه آره دیگه بسکو و اینجا شو که ساختید، اینا رو آموزششو داده بودم. نتورک مانیتور رو ست میکنید رو استوریجا، نتورک گرید، نتورک کنترل، کارگو منیجر فارممون میشه. اینکه آره دیگه. خب وقتی تا اینجا اومدید، حالا لازمه که کابلستون رو ست کنید روی این استوریج اول، بعد از هر نوع داست رو بقیه استوریجا هر رو ست کنید. خب اوکی. الان تو همه اینا داستا میره. حالا بعد من به همه اینا برق بدم. اوکی، بذارید اینا رو من خراب کنم. 2 تا فاصله داره بعدی، 2 تا فاصله داره بعدی. اوکی، حالا من از اینجا دیگه اوکیه. الان برق دارم. آره خب حالا وقتی اینا رو ست کردید، از اینجا با نتورک گربه را این ست میکنید که این کابل سونا رو برداره ببره. این کدوم؟ اوکی، عشان ست میکرد. الان دیگه کابلستون بذارینم میاد توش یا مشکلی داره؟ آره کابلستون داره اد میشه. ما همینجا دونه دونه میتونید با این آیتم هم، ببخشید، ست کنید. کپی پیست میکنه این چیزایی که حالا آره دیگه همه آموزشات دادم دیگه، اینا دیگه نیاز نیست بهتون بگم، خودتون باید بدونید تا الان. و این استوریج هم آیتم های بی نهایتی مشاهده کنید ذخیره میکنن. اوکی، حالا ما داست اکسترکتورامون رو میذاریم اینجا. داست اکسترکتورا گربر میزنیم و به این ورش باید چی بزنیم؟ پوشه، که چی کابلستونامون بتونن وارد شن. حالا این جایی برای تماس نداره، این از اینجا وصل میکنه. اوکی، خب حالا نیاز داریم به کابلستون. من از اینجا یه دونه کابلستون میگیرم
میام داخل پوشرهای اینجا یه کابلستون میذارم و اینو ست میکنم رو داست اکسترکتوره. کابلستون اومد، حالا همینو کپی میکنم پیست میکنم روی اینا. خب الان تو همشون باید کابلستون اومده باشه. اوکی. خب حالا به اینا هم باید برق بدیم. بذارید من تا چند لول اینو خودم بیارم جلو که دیگه اینقدر پایین نیم هر چند ثانیه. و که اینا دارن داست تولید میکنن. حالا با گربر اینو سلکت میکنیم، اینا رو کپی میکنیم. الان این داستا دیگه باید بیان این تو. اوکی، این هم از داست فارم اولیه برای فارممون، فارم الکترومگنتمون. همه دارن کار میکنن به خوبی دیگه. آره همه دارن کار میکنن. اینجا میبینید که با سرعت دارن میرن. به به. اوکی، حالا ما باید چی؟ خب نیاز دارید شما به اینگات فورمر و کانسترکتور. حالا من دارم اینفینیتی میگیرم، شما میتونید از همون بخش ادوانس بگیرید. هر چیزی که من میگیرم از اسم شیته. خب شما اگه اول سرورید، اول هر سروری دارین ویدیو نگاه میکنید، میتونید از بیسیک شروع کنید، از ادوانس شروع کنید. بیاید اینجا قسمت های ادوانس، مثلا کابل جن ادوانس اینجا هست، کانسترکتور ادوانس هم عادی اینجا هست. خیلی آیتم داره سلف. خب حالا این گاز فرمولا رو ما میذاریم اینجا. به این تعداد نیاز نیست، اینقدر کافی باید باشه. گرابرها رو وصل میکنیم، سلکت میکنیم رو اینا. خب اینم از این. حالا باید پوشر دوباره وصل کنیم. اینم از این. حالا باید تعداد استوریج رو زیاد کنیم. چرا؟ چون ما داریم دو تا دونه اینگات اضافه میکنیم دیگه. کاپر اینگات و با زینک اینگات باید اد بشه که آره دیگه، که بتونیم با اون دستگاهه، با این دستگاه سینگولاریتی ها رو تولید کنیم. با اینکه سینگولاریتی تولید نمیشه، سینگولاریتی ها رو با این تبدیل میکنیم به الکترومگنت. حالا جلوتر میبینید چرا. من استوریج رو دو تا اضافه میکنم، این دوتا رو اد میدم. اینا گلسه. اوکی، نتورک برید. اوکی خب حالا اینا رو که سلکت کردم، از SF شیت یه زینکینگات یه کاپرینگات برمیدارم. کاپر اشتباه گرفتم. اوکی، نکنه تو هم کانکریتی خدا برای ترکاتا. خب تو رو کاپر ست میکنم تو هم الان دیگه داخل گیرید بعد اومده باشین شما دوتا. کاپر نیومد چرا؟ چون این ست نشده بود. الان دیگه بعد اومده باشه. بعد خب اینم از این. ما حالا باید تو این پوشرها کاپر داست و زینک داست بذاریم. میایم اینجا کاپر میگیریم به علاوه زینک. اوکی، تو این میذاریم کاپر، کپی پیست. اصلا این سلکت نکرده بودم، الان دیگه باید تو این کاپر اومده باشه. نیومد. اوکی، مشکلش چیه؟ $29,000 تا کاپر اینجا هست. من با پوشر اینو ست کردم نمیاد. این چطور؟ این میاد.
اینم همینطور. نکنه داره میاد میره. آره داره میاد و میره. اوکی. سرعت نتورک به این اندازه است، نمیتونید ببینید. همینو بردارم ببینید پر میشه. داره میاد و میره. اوکی. یکی میذارم اینجا، اینو ست میکنم. میذارم اینجا، اینو ست میکنم. و این الان واسه زینکینگات هم دقیقا همین اتفاق داره میفته. میبینید اینجا. خب حالا ما وقتی اینگات داریم کانسترکتورامون رو وقتش بذاریم. 3 تا اینفینیتی واسه کاپر، 3 تا اینفینیتی هم واسه زین. گربرا رو دوباره میذاریم، سلکت میکنیم، کپی پیست 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 پیست. خب اینم از این. حالا پوشر میذاریم، کپی پیست 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 پیست. خب حالا ما باید اینگات برداریم از اینجا. یه دونه اینگات من از اینجا برمیدارم و یه دونه از اینجا میام داخل اینپوت این پوشر این در واقع. ببخشید تو نباید تو سینک میومد، تو رو خراب میکنم. این تو کاپر میذارم. الان داره درست پیش میده. همچنین توی این و این. حالا میام اینجا توی تو زینک میذارم. اینم از این. خب اینا دارن به خوبی کار میکنن. حالا دوباره باید 2 تا استوریج دیگه اضافه کنیم. چرا؟ چون زینک سینگولاریتی و کاپر سینگولاریتی دارن میان دیگه. حالا پروسه نتورک همینه، واسه همه چی باید استوریج داشته باشیم. من اینو ست میکنم رو این، اینم ست میکنم رو این. خب حالا بعد اینا یک کدومشون سینگولاریتی بدن. اوکی این 3 تا داد، اینم 3 تا داد. میام این رو توی این کاپر رو ست میکنم، توی اینم زینکو. به به اوکی. اینم از این. حالا میرسیم به مرحله های آخر. بذار اینا رو من بسوزونم. خب حالا نیاز دارید به چی؟ ریسورس سنتیتایزر. یه دونه اینو میذارید اینجا. حالا به این گربر وصل میکنید و یه دونه پوشه، در واقع 2 تا پوشه، و این پوشه رو توسط یه بریج متصل میکنید. حالا چیکار میکنید؟ میاد اینجا یه دونه زینک برمیدارید، یه دونه کاپر سینگولاریتی. البته توی این پوشر کاپر رو میذارید، اینو ست کنید. توی این پوشر زینک رو میذارید، اینو ست میکنید. حالا این برق میخواد، برق هم از این زیر بهش میدیم و حله. این هم از فارم الکتریک مگنت. حالا یه دونه گربر میذاریم، البته گربر که گذاشته بودیم اینم ست میکنیم. نمیبره. چرا؟ چون یه استوریج دیگه برای الکتریک مگنت هم باید اد بدیم. اینو میذاریم اینجا، اینم اینجا ست میکنیم رو این. یه دونه الکتریک مگنت من باید بردارم. ببینید نتورک چقدر شیرینه. سرعت رو شما نگاه کن. حالا این سریع‌تر یا اون، این فارم سریع‌تر یا اون. هر وقت که این سینگولاریتی ها پر بشن این میاد فارم رو میسازه، یعنی تولید بشن. داره داست کم میاره. اگه نگاه کنید بقیه داست زیاده، داره داست کم میاره. اگه میخواید سرعتش خیلی بیشتر بشه میتونید تعداد داست اکسترکتوراتون رو زیاد کنید و اینکه آره دیگه داست اکسترکتوراتون رو زیاد کنید، از اون بعد داست بیشتر میسازه، میاد تو اینگات فارمر. اینگات فارمره براتون اینگات میکنه، میاد سینگولاریتی میشه دیگه. این هم از نمای کلی این فارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه آره دیگه هر 1 دقیقه این فارم 64 تا میسازه، حتی کمتر 1 دقیقه، چند ثانیه.
میدونی یک تعداد کابل جن و این چیزا رو زیاد کنید که سرعتش بیشتر شه دیگه. آره ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. بای بای.